توزیک زنه کما گفتم که ایسا ما قیمت خریدگیم با پلی کم غم نگیرم ایرا پلی کلان خریدگیم من کچک آخی بیا پرادش ندانه چه خیلی سگه آخی توزیک نه که ما چی بگم میزنه که آخی یا چی میگم و باساش میکنم که نگاه کرد توزیک ما زنک یه زنک ما ترفتم سگا بکوب چی کسی این ماش کده گاشت جمعی سگ بکوفتم او مرده گیسه را سگ گفته است نیافتیم چیکار کنم و ما چیکار کنم ما تدا بابا سگ ما کار رفتم اومدم نیست نه در خونه نه در بیرون همه خونه همسایه را میکنم نیست او چی اینا ما چیکار کنم آخه مردد من نمیدونم ای سهره من سگ گفتم خودم رنگ سگ شیدم خودت میدونی که همون سگ ما چند قیمت خرید آوردم $1,000,000 قریب خرید آوردم ای گوش کن مردد یک فکر دسترم همون سگ برا در چی بوده رادیو دا در چی رادیو دا بوده انا عقل انا کلا همین ته بر وقتتر بگو نمیشه ما اگه میرم در رادیو میتم شه ممکنه که بیوان نکی در ایوازش یکم طوفان میتم ده برای سگا یفتن اگر بیوان خب ما رفتم ما اگه نیتم سلام علیکم اکا جان علیکم السلام یا اعلان داشتیم اکا جان اعلان میکردین چه اعلان اکا جان؟ یا سگ منقم کردگیم اکا ایجاب اکا جان رادیو از جای سگ اعلان کنی نیست ما فهمیدم شما یه باری اعلان کنین همین سگی مرا کدام بیوان $100,000 توفاش میتم واه $100,000 رنگی سگتون چه خیلی بود؟ رنگی سگ ما سیاه نمش توزی نامش توضیح که مالی شما برین اکا ما اعلان میکنیم همین اکا جان یا اعلان کنین $100,000 بگیره کدامی میو مایلا واه $100,000 سلام علیکم سلام علیکم ممکنه یا مرحبا خدمت همین اکا جان که ما 3 روز پیش یه اعلان دادم برای چی باید گام نزدیم گام بزنم نخی اکا جان صبر کنی ما چه صبر کنم مخی 3 روز پیش بدم برنده همجا ببینیم شن نه نیستن یکم کارگر نیستن نه یکم کارگرو یکم تاش نیست همش برونده رفتگی هم کجا رفتن یا سرکاوی الو بابازم ناومده است او من یه بلندی برو اومدم که انتنا باشه کتیت گپ زنم الو هر روز میرای دروازه برا بیو میستم اخی من میرا در رفتم اومده اخی میرم یا 3-4 کس دیگه را میپرسم یکم دینا سیگارت دیگه جمع میکنم میرم با 2 روز دیگه نمیام سلام علیکم اپا جون وعلیکم بر سلام سیگارت ندونه سیگارت بکشم اپا جون یا تا چی؟ یا سیگارت میدادیم اون اپا جون میکشیدیم سیگارت میگم نمیکشین شما میبخشی اکا با سیگارت کشم اوناندم کدام دختره دیده بودن که سیگارت میکشه به عقل این چشمو بزبره اینجا بخشش خیلی جان اونا کپا ایش ایست نمی برداره ایش ایست سیگارت پرسته خوش آمدی ای دل ستون ای مشتری آسمان در چشم من کن آشنا دیگر مرا چه خیلی خواهی سازه ایمون جای ساز دوم و یه جای بلندی برامدم که سیوا ساز شما و خودتون جای ساز دو بسته سلام علیکم اکا جون علیکم السلام اکا جون یه دقیقه شما را ممکنه پرامو افیر وایران کردی میمون یک خطی مخلصا گاز دستم ای غریب ای مسکوا یا چرا یه دقیقه میپرسم تو نبرین تموم تینجی اکا جون بچه ها 1 مینوت بسته دوزی میام که ما اکاون چی میگفته باشه؟ مایلا خب سلام علیکم سلام علیکم سوزی اکا جون تینجی رحمان تست گازم پرامو افیر کردم پراموی کفیر کسی؟ خیلی کفیر پرامو افیر خطی مسکوا بچه های غریب خطی گاز دستم اوی جو جزیر شده اکا جون
چی گفتم آقا جون سیگارت نداری یا دونه سیگارت میدادی میکشیدم آقا جون اوزیا یا دونه سیگارت میدادی خوب میشید آقا جون گام نیست آقا جون سلامت باشی آقا جون زنده باشی اول یا میدونی دیگه آقا جون میگم یا 3 دونه دیگه هم بگیرم آقا جون شما را دیگه غم نتون بگی ها دیگه شما را غم نتون آقا جون اینا رحمت آقا جون آقا یا چی پرسم پرس میگم هم سیگارت تو را یک جمعی شما چی؟ همین سیگارت را یک جمعی شما این سیگارت رو ما نمیویم میخریم شما میوین شب تو رو دیدم در خوابی چی میکنی شما اینجا دا اکا جان کدام شما ده زنگ زده سای دارین سلام علیکم وعلیکم السلام رفیق سردار ممکن ممکن مرحمت تیجی تینجی بخیر اما بخیر چه خدمت خدمت امیخی که بگیریم برای محکم کنیم برای چی؟ برایش که زن من یک شپلاق زدم و زن دیگم حدیثه چی؟ نه هیچی نشده سالش کافی نه سرش هم نکفیده برای همین یک شپلاق زدم گفتم که بگیریم برای محکم کنیم دادر جان خیلی زندگی بین شوهر و زن مرد گاهی خیلی می شود لیکن هیچ وقت مرد باید سین زن دست نبرد زن تا دوست بدون زورا زندگی حلال که زندگی خوشرو که این کارو تا بپارت دورا انا خودت که با دست پای خودت پیش ما اومده ای یکم با ما گناهی ختم میبخشیم انا میتونید مرحمت از دهانی در بیرون بروید نه رفیق سردار ما دهانی در بیرون نمیرم بگیریم برای محکم کنیم آخرون بار میگم تا دادر جان ای دهانی در بیرون برو او گفتم که رفیق سردار ما دهانی در بیرون نمیرم بگیریم برای محکم کنیم او برای چه زنی در بیرون برآمدن نمیتونی؟ برای که در پشت در زن مای